شاید شما جمله اسلام به اصلاحات احتیاج دارد را چندین بارها شنیده اید. خب چرا به اصلاحات احتیاج دارد؟ مثلا اسلام بدون جهاد مهربانتر می شود؟ خبری ناخوش دارم. در اسلام نمی شود اصلاحات گذارم. می توانید اعتراض کنید که در یهودیت و نصرانیت اصلاحات گذرانده شده بود. در اسلام نیز گذراندن اصلاحات ممکن است. این خیلی نیست. بیایید یک جای کوشش میکنیم در اسلام اصلاحات وارد کنیم. خوبش را میگیریم و بدش را حذف میکنیم. برای خوب و بدش را جدا کردن به کدام سرچشمه ها روی می آوری؟ البته که به قرآن، سیره و حدیث ها روی می آوری. با همین مجبور هستی که در قرآن، حدیث و سیره نیز اصلاحات گذرانی. بیایید از قرآن شروع میکنیم. قرآن درباره خودش چی میگوید؟ در حالی که معنای آن را جز خدا نمیداند و آنانی که قدم در دانش استوار کرده اند میگویند ما بدان ایمان آورده ایم. همه از جانب پروردگار ماست. مادام هر یک آیت آن از طرف الله فراورده شده است، تو کیستی که آیت های آن را با آیت خوب یا بد جدا نمایید؟ جنگ بر شما مقرر شد در حالی که آن را ناخوش دارید. شاید چیزی را ناخوش بدارید و در آن خیر شما باشد و شاید چیزی را دوست داشته باشید و برایتان ناپسند افتد. خدا میداند و شما نمیدانید. تو یک آدمی که هستی که میخواهی آیت‌های به هوای نفست موافق را انتخاب نمایی، در حالی که خدا در کتابش میگوید خدا میداند و شما نمیدانید. کتاب است با آیات استوار و روشن از جانب حکیم آگاه. ما کیستیم که گویم قرآن ناپره است؟ امروز دین شما را به کمال رسانیدم و نعمت خود بر شما تمام کردم و اسلام را دین شما برگزیدم. تو در دین کامل چگونه بتوانی اصلاحات گذرانی؟ اسلام نه تنها در اجمال کامل است، بلکه در تفصیلات خود نیز کامل است. هر آیت و هر حدیث در آن کامل است. محمد بهترین الگو برای بشریت است. در قرآن 91 آیت این را بازگویی میکند. بنابراین سنت او کامل است. سنت خوب و بد وجود ندارد. همه آن کامل از طرف الله است. بیا تصور میکنیم که تو خود را از الله داناتر تراشیدی و نقشه کاملی اصلاحات را در اسلام کشیدی. خیر، بعد چی؟ بگی به این نقشه مراجعه میکنی. در اسلام یکان مقاماتی وکالت دار یا شخصی با نفوذ نیست که این نقشه کاملی تو را پذیرد یا رد کند. در اسلام اداره مرکزی وجود ندارد که صلاحیت به آن تغییر و علاوه ها وارد کردن را داشته باشد. باز تو میگویی که در اسلام باید اصلاحات وارد کرده شود. مثلا تو میخواهی آیات های متعلق به جهاد را حذف کنی. در دوره مکی جهاد نبود، لکن 24% آیات های دوره مدنی به جهاد بخشیده شده است. مهمترین کتاب حدیث البخاری 21% آن به جهاد بخشیده شده است. این چون 2/3 سیره پیامبر درباره جهاد گپ میزند. این یک یا دو آیت نیست، این یک سیستم است. مجبور میشیم خود مفهومی اسلام رو که دیگرگون کنیم. خلاصه شما این رو به یگان مسلمان نشسته به فکرم این رو باید دیگر کرد گفته حل کرده نمیتوانید. در جهان 1.5 میلیارد مسلمان هست. کدام آنها رو التماس میکنی که اصلاحات تو در دین آنها رو پذیرد، در حالی که به واسطه از محمد گرفتن معیارهای اسلام واقع گرایانه است. همه ما شناسایی داریم که ملائم طبیعت و اسلام ملائم را در حیات خود پیاده میکنند. نه، آنها اسلام را با پررگی تطبیق نمیکنند. آنها اسلام دوره مکی را تطبیق کرده ایستادند، نه دوره مدنی را. مسلمان های ملائم نمی توانند گویند که اسلام دوره مدنی نادرست است، فقط به سبب های آن را در حیات خود تطبیق کرده نمی توانند. چیز دیگر را فراموش نکن که محمد در مکه 13 سال به جهاد دعوت کرد و فقط 150 پیرو داشت. تقریبا 10 نفر در یک سال مسلمان میشد. همین که او به سیاست و جهاد روی آورد و موفقیت های نظررس کامیاب شد. آن قسمی که شما میخواهید حذف کنید این قسمی موفقیت های اسلام است. اکنون به مشکلی دیگر رو آوریم. برای چی آن چیزی که ویران نشده است میخواهی اصلاح نمایی؟ دین اسلام در اروپا، برزیل، امریکای مرکزی، امریکا، کانادا و غیره پیشروی دارد. برای مسلمان ها لازم نیست که آنچه پیشروی دارد آن را اصلاح کنند. آیا ملاحظه کرده اید که دعوتگران اصلاحات چی عمومیت دارند؟ یا مدافعین عقده‌دار خود سفید کنه هستند یا رد معرکه شده هایی که اونقدر کم هستند که به آنها کسی اعتبار نمیده. بیاید از نو شروع کنیم. اسلام
کامل است. سیره کامل است. حدیث بدون نقصان است. در اینها اصلاحات وارد کرده نمیتوانید. تعلیمات قرآن و حدیث و سیره به شکل سیستم یک پارچه در آمده است. کسی وجود ندارد که حق تغییر و علاوه ها وارد کردن به اسلام را دارا باشد. مادام در آن چیز ویران نشده است، چرا در فکر اصلاح آن باشد؟